خب وقتی وارد حوزه برنامه‌نویسی سیستم‌های کامپیوتری میشیم، اولین مفهومی که ما باید با اون آشنا باشیم مفهوم پروگرامینگ پارادایمه. من تا حد ممکن سعی میکنم که این واژه ها رو ترجمه نکنم توی این دوره هایی که به هر حال برگزار میشه با محوریت مباحث امنیتی، و سعی میکنم که این جملات رو براتون تعریف کنم نه ترجمه، چون که ترجمه های دقیق واسه این واژه ها وجود نداره. ببینید، ما در حالت کلی وقتی وارد حوزه برنامه‌نویسی سیستم‌های کامپیوتری میشیم باید مجموعه از زبان‌ها رو به هر حال یاد بگیریم. زبان برنامه‌نویسی سی شارپ، بعد مثلا جاوا، پی اچ پی و مواردی از این قبیل که هر کدومشون به هر حال در یک پارادایم قرار میگیرن و یک کاربرد خاصی دارن. در حالت کلی وقتی ما میگیم پارادایم پروگرامینگ یا پارادایم برنامه نویسی، پارادایم مشخص میکنه که شیوه برنامه نویسی با اون زبان به چه شکله، یا اینکه اون زبان چه فیچرها یا چه ویژگی هایی رو به شما ارائه میده که شما میتونید از اون ویژگی ها یا فیچرها برای طراحی و پیاده سازی برنامه خودتون استفاده بکنید. مثلا وقتی که شما شروع میکنید به یادگیری زبان برنامه‌نویسی C++، در این زبان مثلا اومده که شما میتونید با پارادایم مثلا آبجکت اورینتد یا شیء و همچنین پروسیجرال یا رویه‌ای بتونید برنامه‌نویسی بکنید. C++ یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی هستش که ما میتونیم با اون به عنوان یک زبان مولتی پارادایم اشاره بکنیم، چون هم میشه مثلا باش به شیوه آبجکت اورینتد کد نویسی کرد و هم میشه با اون با شیوه‌هایی مثل استراکچرال یا همون پروسیجرال بیس کد نویسی کرد. در حالت کلی ما تعداد شیوه‌های برنامه‌نویسی زیادی داریم، یعنی پروگرامینگ پارادایم هایی که هستن تعدادشون زیادی که حالا من بهتون نشون میدم، ولی خب مهمترینشون یا میتونیم بگیم که پر استفاده ترینشون امروز در واقع شیوه برنامه‌نویسی آبجکت اورینتد هست و پروسیجرال بیسد، که خود همین در واقع شیوه های برنامه‌نویسی هم تحت دو تا خانواده تقسیم بندی میشن، یعنی پارادایم های برنامه‌نویسی ایمپراتیو و پارادایم های برنامه‌نویسی دیکلراتیو. خب که مثلا آبجکت اورینتد و پروسیجرال که حالا در واقع پارادایم های برنامه‌نویسی خیلی پر استفاده ای هستن، جزو پارادایم هایی هستن که در دسته ایمپراتیو قرار میگیرن. یا حالا یک پارادایم دیگه هم داریم یا یک خانواده از پارادایم ها هم داریم که اون رو به عنوان پارادایم سیمبولیک میشناسن که حالا خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره. به عنوان مثال وقتی ما وارد صفحه ویکی‌پدیا این مفهوم بشیم، پروگرامینگ پارادایم، این مسئله رو میبینید که به هر حال آورده شده که ما به هر حال کامن پروگرامینگ پارادایم شامل در واقع دو دسته میشه، ایمپراتیو و دیکلراتیو، که مثلا میبینید که به هر حال شیوه برنامه‌نویسی پروسیجرال و آبجکت اورینتد جزو شیوه های ایمپراتیو هست، یا حالا ترجمه فارسیش میشه امری که حالا خیلی ترجمه دقیقی نیست. بعد زبان‌های مثلا فانکشنال یا زبان‌های لاجیک بیس یا متمتیکال هم جزو زبان‌های دیکلراتیو هست که حالا ترجمهش میشه اعلامیه، اعلام پذیر شده یا همچین چیزایی، که همچون اشاره کردم در واقع پارادایم دیگه هم داریم ما که اون رو به عنوان سیمبولیک میشناسیم که حالا خیلی نمیشه به عنوان یه پارادایم بهش اشاره کرد. ولی خب وقتی ما وارد حوزه سیستم‌های کامپیوتری میشیم فقط هم با پارادایم مثلا آبجکت اورینتد یا استراکچرال یا مثلا پروسیجرال بیس پروگرامینگ هم روبرو نیستیم. یعنی ما در واقع پارادایم کانکورنت پروگرامینگ داریم، اکتور پروگرامینگ داریم، کانسترینت پروگرامینگ داریم، دیتا فلو پروگرامینگ داریم و خیلی در واقع پارادایم های دیگه ای که برخی از زبان ها هم مبتنی بر این پارادایم ها توسعه داده شدن. یعنی مثلا ما وقتی که توی قسمت آبجکت اورینتد شروع میکنیم صحبت کردن در مورد فیچر هایی که مثلا زبان‌های آبجکت اورینتد ارائه میکنن، شما مثلا میبینید که وقتی ما میگیم زبانی که آبجکت اورینتد چه انتظارهایی باید از اون زبان داشته باشیم.
یا مثلا وقتی ما میگیم یه زبان برنامه‌نویسی فانکشناله، چه انتظارهایی باید داشته باشیم از اون زبان برنامه‌نویسی؟ یا وقتی مثلا میگیم یه زبان برنامه‌نویسی X از پارادایم مولتی ترادینگ پشتیبانی میکنه، مولتی ترادینگ چیه؟ خب همه اینها شیوه های برنامه‌نویسی هستن. این شیوه های برنامه‌نویسی یا این منطق های برنامه‌نویسی به شما یه سری فیچرها ارائه میکنن که این فیچرها در خود اون پارادایم تعریف شدن، نه در زبان برنامه‌نویسی. بعضی مواقع مثلا ما میگیم که برید مثلا یک کلاس پیاده سازی بکنید. کلاس یکی از مفاهیم شی‌گراییه و مربوط به زبان مثلا C++ نیست. شما هر زبانی که به عنوان یک زبان شی‌گرا رجوع بکنید، مفهوم کلاس، اینهریتنس، نمیدونم پلیمورفیزم رو پیدا خواهید کرد. برای همینم ما توی این دوره ابتداً مفاهیم رو یاد خواهیم گرفت. مثلا در شیوه برنامه‌نویسی آبجکت اورینتد مثلا ببینیم که مفهوم کلاس چیه، مفهوم آبجکت چیه، مفهوم مثلا اینهریتنس یا مثلا پلیمورفیزم چیه. وقتی این مفاهیم رو یاد گرفتیم، یا مثلا در شیوه فانکشنال پروگرامینگ یا پروسیجرال پروگرامینگ وقتی با مفهوم استراکچر، فانکشن، آرایه ها و امثال اینها آشنا شدیم، حالا میتونیم بریم زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر رو یاد بگیریم. مثلا بگیم که خب الان من با مفاهیم برنامه‌نویسی شی‌گرا یا پارادایم شی‌گرا آشنا هستم، میخوام ببینم که وقتی بخوام یک کلاس رو با زبان C++ پیاده سازی بکنم باید به چه شکل این کار رو انجام بدم. یعنی C++ تحت چه گرامری این امکان رو به من میده که من بتونم اون کلاس رو پیاده سازی بکنم. یا مثلا زبان سویفت چطور این امکان رو به من میده، یا مثلا زبان PHP یا زبان مثلا جاوا یا امثال اینها. مفهوم مهم اینه که مفهوم همیشه یکیه. شیوه های پیاده سازی در این زبان ها با هم که فرق میکنه. حالا بعضی هاشون هم یه مقداری فیچرهای بیشتر به شما ارائه میکنن، یعنی قاعده برنامه‌نویسی در بعضی از اونها ساده تره، حالا یه سری مثلا ویژگی ها داره، و بعضی هاشون مثلا ندارن که حالا اون رو مبتنی بر نیاز و پروژه باید انتخاب بکنید که چه زبانی باید استفاده بکنید. در حالت کلی مبحث پارادایم مشخص کننده اینه که زبان برنامه‌نویسی که شما انتخاب کردید چه توانایی هایی داره. و اینجا میبینید که ما مثلا پارادایم های زیادی داریم که حالا اینجا یکیش مثلا آبجکت اورینتد خیلی به هر حال معروفه، بعد یک در واقع شیوه فانکشنالش خیلی معروفه، و روش دیگه‌ش هم که خیلی به هر حال مورد استفاده قرار میگیره مفهوم یا در واقع شیوه برنامه‌نویسی کانکارنت هست که حالا ما در مورد همه این مفاهیم صحبت خواهیم کرد و اینکه چطور ما میتونیم با استفاده از این شیوه های برنامه‌نویسی یک پروگرام رو طراحی بکنیم و پیاده سازی بکنیم. حالا در زبان‌های مختلف مثلا C++، مثلا وقتی که شروع میکنیم در مورد پارادایم فانکشنال صحبت کردن، در کنارش زبان هم مورد بررسی قرار دادیم، مثلا زبان C، که ببینیم حالا ما چطور میتونیم مفاهیم فانکشنال پروگرامینگ رو داخل مثلا زبان C پیاده سازی بکنیم و به چه شکل برنامه خودمون رو مهندسی بکنیم و در واقع مورد استفاده قرار بدیم. تو همین پیج هم که به هر کدوم از در واقع این پارادایم های برنامه‌نویسی رجوع بکنید، یه مجموعی از توضیحات رو می‌بینید. مثلا اینجا هم اومده مثلا زبان برنامه‌نویسی جاوا، C++، C#، پایتون، PHP، جاوا اسکریپت، روبی، پرل و زبان‌های از این قبیل مثلا جزء زبان‌های آبجکت اورینتد هستن که خود مبحث آبجکت اورینتد هم در واقع در قالب زبان‌های ایمپراتیو قرار میگیره. بعد مفاهیمش هم اومده مثلا آبجکت یکی از مفاهیم شی‌گرایی، کلاس ها یکی از مفاهیم شی‌گرایی هستند. بعد متغیره که درون کلاس ها، متغیرهای اینستنس، ممبرها. بعد خلاصه مباحثی از این قبیل که اینجا می‌بینیم انکپسولیشن یکی از مفاهیم آبجکت اورینتد هست، کامپوزیشن، اینهریتنس، دیلیگیشن، اینا مفاهیمی هستن که توی آبجکت اورینتد وجود دارن و این مفاهیم همواره کانستنت، یعنی اینا تغییر پذیر نیستن. فقط شیوه اینها در زبان‌های مختلف فرق میکنه. یعنی وقتی شما اینجا مثلا با مفهوم اینهریتنس آشنا میشید، اینهریتنس داخل مثلا C++ به یه شکل پیاده سازی میشه، در سویفت به یه شکل دیگه پیاده سازی میشه، ولی اون مفهوم اینهریتنس
همیشه یکیه. اینهریتنس ترجمهش میشه ارث بری، یعنی یه چیزی ما داریم ازش ارث میبریم و اون ارث رو حالا میتونیم توسعهش بدیم یا کارهایی از این قبیل روش انجام بدیم. که حالا مثلا تاریخچه‌ش هم آورده که مثلا این رو چطوری کرییت شد و چه فعل و انفعالاتی داشته، اولی زبان برنامه‌نویسی که با آبجکت اورینتد پیاده‌سازی بود شده به چه شکله و مواردی هست که خب مثلا ما پارادایم فانکشنال پروگرامینگ رو داریم که اینجا هم می‌بینید مثلا اوکمل، رنگ، رکت و مثلا کامن لیسپ، اسکیم و در واقع زبان‌های برنامه‌نویسی هستن که توی این قالب قرار می‌گیرن و جاوا اسکریپت هم در واقع یکی از این زبان‌های برنامه‌نویسی هستش که جزء این ساختار قرار می‌گیره و که در مورد این در واقع زبان برنامه‌نویسی هم صحبت خواهیم کرد و ببینیم که در واقع وقتی میگیم یه زبانی که فانکشناله چه در واقع ویژگی‌هایی به ما ارائه میده و ما با چه مباحثی روبرو هستیم که خیلی به هر حال خوبه که ابتدا ما با مبحث اینلاین پروگرامینگ شروع بکنیم، یعنی زبان ماشین، ببینیم زبان ماشین چه محدودیت‌هایی داشت که موجب شد ما بریم مثلا ساختار یا شیوه پروگرامینگ فانکشنال رو یا پروسیجرال رو پیاده سازی بکنیم، بعد بریم به سمت آبجکت اورینتد و حالا این مبحث هنوز ادامه داره تا ببینیم پارادایم های بعدی به چه شکل خواهد بود. به هر حال این ابتدا خواستم که شما با این مفاهیم آشنا باشید. این مفهوم پارادایم جزو مفاهیم ابتدایی هست که شما باید بدونید که وقتی میگیم پروگرامینگ پارادایم یعنی شیوه برنامه‌نویسی یا در واقع روی کردی که به شما این امکان رو میده که با یه زبان برنامه‌نویسی چه کارهایی میتونید انجام بدید، چه محدودیت هایی دارید، چه ویژگی هایی در اختیارتون قرار میگیره. در گام بعد در مورد این مباحث بیشتر صحبت میکنیم و این موارد رو بهتر مورد بررسی قرار خواهیم